در دایره دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته بهر دیداربینی تربیت گیرندگان مکتب اینترنت ها مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان تشریف آورده به واسطه با شرایط بود و باش خوانندگان از نزدیک آشنایی پیدا می‌کنند. این نوبت چنین واخوری و دیداربینی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و صاحبکاران وطنی با تربیت گیرندگان مکتب اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستاران به نام رحمان شکروف ناحیه تیمورملیک و تربیت گیرندگان اینترنت دولتی کانگور صورت گرفت. می‌نداریم از دستگیری‌های پیشوای ملت، از دستگیری‌های رئیس ولایت که برای کودکان یتیم بی‌پرستاران همراه صاحبکاران وطنی خود با ما 30 دانه گرم کنه که برخی با ما یاری رسانه. ما می‌نداری خود را با رئیس ولایت و صاحبکاران ولایت می‌رسانیم. ضمن صحبت و ملاقات ها تربیت گیرندگان با افتخار و خوشحالی از شرایط مساعد فراهم آورده شده مکتب اینترنت که در زمینه توجه و دستگیری های همیشگی حکومت کشور بهر خوانش آنها مهیا گردیده است یادآور شدند. همزمان آموزگاران در یک جایگی با نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی با مقصد شناسایی از وضع زندگی و فعالیت از شرایط خوابگاه و دیگر گوشه های مربوط به حیات تربیت گیرندگان که تمام امکانیت های ضروری مهیا می باشد دیدن کرده به هر یک اتاق یک عدد پیچ‌های برقی که این عدد را تشکیل می دهد تقدیم کرده شد.